ما اگر صادقانه برای این مردم خدمت کنیم، در کنار شخصیتی صادق و مردم صادقانه بگه بین گفته و عملمون اگر صادق باشه این وضعیت سفره مردمه که در زمان آقای رئیسی و اینا ببینید روز به روز داره این سفره بدتر شد. مردم ببینید فروش نفتتون رو کجا بردن. گفتن ما یاد دادیم که چجوری فروش بکنیم. این نقدینگی کشور در دولت شهید رئیسی رفته بالا. آینده دولت های رئیسی چجوری از آدمی که خودش به زور اومده بالا چجوری میتونه بیاد در منطقه ما رو اول بکنه؟ ولی به این سادگی آدما رو نمیشه گیر آورد. شهادت فوز عظیمی که نصیب این عزیزاش. بله، ولی بالاخره نباید اجازه بدیم این آدما به این سادگی از دست ما بره.